مردم در شناخت تمدن نظرهای گوناگون دارند. عده ترقی کردن در اقتصاد و صناعت را، عده دیگر به کیهان رسیدن را، گروه دیگر تقلید به غربیان را در لباس و عرف و عادتها، فرهنگ و مدنیت می شمارند. بر اساس این فهمش هر کسی به غربیان خود را مانند نسازد، در نظر آنان او شخصی بی فرهنگ و عقب مانده دانسته می شود. برای اینکه شخصی با مدنیت را شناخته بها دهیم، سراول خود تمدن را باید شناسیم. تمدن پیش از اینکه پیشرفت در عالم مادی ظاهری باشد، پیشرفت در عالم باطن یعنی شناخت خداوند و مناسبت درست برپا نمودن با آفریدگار است. هر قدر مناسبت شخص با خداوند نزدیکتر و خوبتر باشد، او به قله تمدن نزدیکتر است. پس از شناخت درست آفریدگار و پس از برپا نمودن مناسبت درست با او تعالی، اهمیت پیشرفت مادی قرار می گیرد. در عالم جامعه های به چشم می رسند که از نگاه مادیات به ترقی های چشمرس دست یافته‌اند، ولی به کیهان برآمدن و به قعر بحر رسیدن آنها چی سود دارد مادام وجود خداوند را انکار می کنند؟ شخصی که آفریدگار خود را انکار کند، وجود او را اعتراف نداشته باشد، فرموده های او را پشت پا زند، مگر می توان او را متمدن گفته شود؟ از این رو تمدن راستین این است که انسان نخست با خالق خود، سپس با شخصان اطرافش، بعداً با محیط زیستش مناسبت درست برپا نماید. تمدن داری این نیست که در یک ساحه از حیات پیشرفت دیده شود ولی در دیگر ساحه ها عقب ماندگی، حتی کاملاً بیخبری مشاهده شود. شخص یا ملت را متمدن گفته نمی شود اگر با ملت و قوم خود مناسبت خوب داشته باشد و اما دیگر مردمان را در اساس قومیت، زبان، پوست و نژاد در طبقه پایین‌تر داند و آنها را کم شمارد. آنگونه که در بعض بنام کشورهای پیشرفته و صاحب تمدن این پدیده به روشنی دیده می شود. جامعه های زیادی هستند که از لحاظ صناعت و تکنولوژی، از لحاظ کشف راه های کسب و جمع مال، از لحاظ رعایت حقوق شهروندان خود، حتی در مورد حقوق جانوران به پیشرفت نمایان رسیدند، ولی عین زمان مال و ثروت کشورهای دیگر را غارت می کنند. در آن کشورها جنگ و ناآرامی ها تحمیل می کنند، سببگار فقر و مرگ و یا آوارگی صدها هزار آدمان می گردند. مگر این گونه ملت ها و این گونه کشورها را می توان متمدن گفته شود؟ تمدن حقیقی را به معنای کامل و شاملش که ادا کردن حق خالق و مخلوق یک جا در آن موجود باشد، در تاریخ اسلام می توان دید. امتی که عدالت پروری، امانت داری، رعایت حقوق همه آدمان نوابسته از زبان و نژادشان، پیش از همه تکمیل و استوارسازی آداب و اخلاق مرام اصلی آن است، در تاریخ غنی خود که از قرطبه تا قاشغر حاکمیت کرده است، تمدن حقیقی را به عالم پیشکش نموده است که مورخان مسلمان و غیر مسلمان همه به این حقیقت گواهی دادند. برای مثال پیامبر اسلام در حدیث فرمودند که زن به سبب گربه را حبس کردنش وارد دوزخ شده است. این دستور درباره حقوق حیوان بیش از 1400 سال است که مسلمانان در دست دارند. در ساحه های علم باشد، هر نفری که از تاریخ علوم آگاهی داشته باشد می‌داند که مسلمانان در پیشرفت ساحه های طب و هندسه، ریاضیات و شیمی، در استرونومی و جغرافیا و دیگر ساحه ها چه سهم نظررسی دارند. درباره تمدن اسلامی حرف زدن، این درباره تمدن راستین و نمونوی حرف زدن است. هر مسلمان باید به این حقیقت یقین داشته باشد که سر پیشرفت و به تمدن رسیدن مسلمانان این چنگ زدن آنان به قرآن و سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم بود. قرآن و سنت شرطهای به تمدن رسیدن را برای پیروانش بیان نموده است که هرگاه مسلمانان به تعلیمات آن چنگ زنند، دوباره به آن عزت و پیشرفت خواهند رسید. گوستاف لیبان، روانشناس، جامعه شناس و خاورشناس فرانسوی
در کتاب خود تمدن عرب ها گفته است تمدن مسلمانان مردم وحشی اروپا را به دایره انسانیت درآورد. دانشگاه های اروپا قرنها بجز کتاب های مسلمانی دیگر سرچشمه های نداشتند. مسلمانان بودند که مردم اروپا را از جهت مادی، عقلی و اخلاقی تمدن آموزانیدند. تاریخ هیچ ملت را نمی داند که مثل مسلمانان به عالم نفع رسانیده باشد و سعی و تلاشش چون مسلمانان ثمره نیک داده باشد.